نیاسینامید به زبان ساده یه نوع ویتامین B3 هست که وقتی به صورت موضعی روی پوستت بزنی کلی فایده داره و به پوستت کمک میکنه سالمتر، شفافتر و قویتر بشه. عملکرد اصلی نیاسینامید کمک به درمان جوش و لک، کوچک کردن منافذ باز، تنظیم چربی پوست، آبرسانی و تقویت سد دفاعی پوست و شفاف کردن پوست صورت میباشه. سرم صورت حاوی 10% نیاسینامید و زینک مناسب پوست چرب بلکبری. چند نکته مهم در مورد نیاسینامید: برای بیشتر پوست‌ها مناسبه، حتی پوست حساس، به رفع منافذ باز پوست کمک میکنه. با خیلی از ترکیبات دیگه مثل هیالورونیک اسید و زینک قابل استفاده است و اثرش زمان بره. باید حداقل چند هفته مرتب ازش استفاده کنید تا نتیجهش رو ببینید. نیاسینامید و زینک چطور پوست رو متعادل میکنه؟ محافظت از پوست در برابر نور آبی، موبایل و کامپیوتر و آفتاب، پیشگیری از ایجاد چروک و لک، تنظیم چربی پوست و کاهش جوش و التهاب، کوچکتر شدن منافذ باز و ترمیم DNA سلول‌ها و افزایش انرژی سلولی. طریقه مصرف سرم نیاسینامید: صبح و شب روی پوست تمیز صورت چند قطره بزن و با آرامش ماساژ بده. فقط یه نکته مهم: قبل و بعد از استفاده از این سرم چند ساعت از لایه بردارها یا محصولات اسیدی استفاده نکنید تا پوستتون تحریک نشه. جهت مشاوره پیغام بگذارید.